به یه درویشی گفتن جهان رو چجوری میبینی؟ گفت خدا رو شکر رودخونه ها از همون جایی میان که من میخوام، باران همون روزی میباره که من میخواستم، حتی بچم همون لحظه‌ای مرد که من میخواستم. گفت چطور چون این چیزی ممکنه؟ گفت من اراده خودم رو در اراده او گم کردم، هر چی اون میخواد منم میخوام. که هل هشدار که در شهر دو سه طرارند، که به تدبیر کله از سر مه بردارند. دو سه رندند که هوشیار دل و سرمستند، که فلک را به یکی عربده در چرخ آرند. سردهانند که تا سر ندهی سر ندهند، ساقیانند که انگور نمی افشانند. یار آن صورت غیبند که جان طالب اوست، همچو چشم خوش او خیره کش و بیمارند. صورتی اند ولی دشمن صورت ها، در جهانند ولی از دو جهان بیزارند. همچو شیران بدرانند و به لب میخندند، دشمن همدیگرند و به حقیقت یارند. خرفروشانه یکی با دگری در جنگند، لیک چون وانگری متفقی یک کارند. مردمی کن برو از خدمتشان آدم شو، زان که این مردم دیگر همه مردم خوارند.